خب کیوری تیبلز خواندیم، کیوریز خواندیم، ریپورتس خواندیم. امروز چی میخوانیم؟ ریپورتس. ریپورت پرینت هم میگه. وقتی که ما میخوایم مثلا تیبل باشه، کیوری باشه، یا را پرینت کنیم، ریپورت شه بکشیم، ایره ریپورتس میگه. مثلا دیتابیس کورساس یک از برف میگه که شاگردایی که کامیاب شده راپوری از رو برام بده. کسایی که کامیاب شده چی شه بده؟ راپورت شه بده. راپورت چی بونه؟ این ریپورت میگه. این ریپورت که باید ریپورت شه برش بده. مثلا چند نفر کامیاب شدن، او را در ورق باید برش پرینت کنی، برشان بده که این راپورتشون هستن. وقتی که گپ پرینت بیان که ما مثلا بخوایم ریکارد پرینت کنیم، باید ما چی جور کنیم؟ ریپورت جور کنیم. مثلا این تیبل داریم به نام استودنتس. یک از برات میگه که راپور شاگردای تا بده که چقدر شاگرد تو داری. حالا شاگردای ما کلش ریکاردش در کجا ثبت است؟ در استودنت تیبل. باز وقتی که راپور میخوایم که پرینتش کنیم، از این باید ما چی جور کنیم؟ ریپورت جور کنیم و ریپورت برش پرینت کنیم، باز اون پرینت برش میدیم. وقتی که از هر تیبل یا کیوری راپور جور کردیم، مثلا ما از این استودنت تیبل ریپورت جور میکنیم، دایی که هر چند شاگرد باشه واکلش می در ریپورت، باز دوباره هر وقت که در تیبل ریکارد اضافه میکنیم، در راپور خودش اضافه میشه. مثل که در کجا بود؟ در فرم. وقتی که ما از یک تیبل فرم جور میکردیم، اگر در فرم ریکارد اضافه میکردیم، در تیبل میرفت. در تیبل اضافه میکردیم، در فرم. اصلا کجا ثبت میشد؟ در تیبل ثبت میشد. ولی پرینت هم همونطور هستن. اگر ما از این استودنت تیبل فرم هم داشته باشم و ریپورت هم داشته باشم، وقتی که ما در فرم ریکارد اضافه میکنم، کجا میره؟ در تیبل میره. در ریپورت خودش پس میره. دیگه وقتی که گپ راپور بیاد که میگه که راپور برام بده، باید از هر چی باشه، مثلا از استودنت باشه، از فیزش باشه، از کامیاب شدن، از ناکام شدن، کی فیز داده کی نداده، راپور از این چیزا باشه، باید ما از زو تیبل یا از کیوری ریپورت جور کنیم. خلاصه ریپورت برای خاطر پرینت هستن. وقتی که میخوای ریکارد پرینت کنی، باید راپور جور کنی. راپوری که جور میکنی، ریپورت از تیبل هم جور کنه میتونی، از کیوری. مثلا ما کیوری را ساختیم کسایی که فیس ندادن، حالا میخوای راپوری از کسا رو بده که فیس نداده، باید از کیوری ما جور کنیم. کسایی که مثلا میخوای به نام سرچ کنی، مثلا میگم تمام کسا که نامشون علی هستن یا تمام کسا که پروگرامشون ویندوز هستن، باید ما اول از تیبل کیوری جور کنیم تا که برای ما نشان بده، باز از کیوری راپور جور میکنیم تا که پرینت شه. خب ریپورتی که جور میکنی یه هم به چند طریقه هستن. ریپورت دیزاین، بلینک، مثل که فرم است که سه طریقه در فرم بود، اینجا بود فرم ویزارد، ریپورت ویزارد. این طریقایی که فرم داشت و طریقه راپور هم داره. اول میایم از ویزارد میخوانیم که از ویزارد چه رقم راپور رو باید جور کنیم. مثلا ما از این استودنت تیبل میخوایم راپور رو جور کنیم، اینجا میایم ریپورت ویزارد کلیک میکنیم. سعی کن اینجا نوشته است تیبل اور کیوریز. از تیبل هم میتونی جور کنی، از کیوریز هم میتونی جور کنی. وقتی که کلیک کنی، اینجا تیبل ها رو هم برات نشان میده، کیوریز هم نشان میده. در شروع تیبل نشان باشه، در شروع کیوری بعد از اون نامش میباشه. مثلا ما استودنت جور میکنیم، این استودنت رو کلیک کردیم، کلش اد میکنیم، یا از هر فیلد که میخوای که در پرینت باشه وارد کو، کدام فیلد که نمیخوای وارد نکو. فعلا ما کلش اد میکنیم. نکست. اینجا گروپینگ میگه گروپینگ میخوای یا نمیخوای. گروپینگ امروز میمونیم بر صبح. فعلا نکست میکنیم. اینجا میگه سورت میخوای یا نه. وقتی که پرینت میکنی باید سورت باشه یا نباشه. سورت ما خواندیم نه، به خاطر چی است؟ منظم کردن است، از تا زید، از زید تا اینجا میتونی سورت کنی. مثلا ما برش میگم که اس نیم استودنت نیم باید چه قسم باشه؟ اسندینگ باشه یا descending باشه، از A تا Z یا از Z تا باشه. فعلا میگم ascending باشه. بعد از اون میتونید دیگه فیلدز هم منظم بسازید. فعلا اینی رو سورت میکنیم. نکست. کالومر تیبولر جستیفای یا را در فرم خوانده بودیم. اگر ما کالومر را کلیک میکنیم، باز در راپور یک نفر پرینت میشه. و اگر تیبولر کلیک کنیم به حساب تیبل کلش پرینت میشه. راپور زیادتر چی میباشه؟ تیبولر میباشه. فرم که ما زیاد جور میکردیم چی میبود؟ کالومر میبود. به خاطر که یک ریکارد ما انتری میکردیم، یک ریکارد ما ادیت میکردیم. ولی پرینت که میکنیم زیادتر کل ریکارد پرینت میشه. از این خاطر باید چی استفاده کنیم؟ تیبولر. میتونی از جام استفاده کنی، خود زیاد که استفاده میشه تیبولر میشه. پیج چه قسم باشه؟ در پورتریت باشه یا در لندسکیپ میشه. فعلا پورتریت میکنیم. نکست. نام راپور چی باشه و راپور ویوش میخوای یا دیزاینش؟ فعلا راپور ویوش میخوایم. فینیش میکنیم. سکوین راپورتون جور میشه. سکو مثل پرینت ریویو آره است یعنی مثل دوارد کی بود. چند استودنت داره؟ تقریبا 6. به خاطر که در تیبل 6 ریکارد است. وقتی که من اینجا یک نفر اضافه کنم، مثلا نفر 11 فرهاد، پروگرام ویندوز، فیس
700 فیس داده illustration یعنی اضافه کردم سکو این نفر اینجا خودش میایده باش که کلوز کنم راپورم سکو اینجا میه اینا باز کنم سک فرهاد هم آمده یعنی پروگرامش چی است ویندوز فیسش 700 اگر ما میخوایم از کیوری جور کنم مثلا ما یک کیوری را دارم به نام student کیوری که اینجا ما نام داده بودیم یادتان است کیوری ما اینجا یک فرمول داده بودیم مثلا میگم فرهاد برام نشان بده فیسش چند است 700 پروگرامش ویندوز این نشان داد یعنی فرهاد پروگرامش فیسش 700 بخاطر که این قدر در کرایتریا ما پارامتر را داده بودیم سک که میگم نامش باشه فیسش باشه و سک نامش هست پروگرامش هست فیسش هست فعلا این فیس و پروگرامش پس میکنیم تنها نامش میمونیم وقتی که ما دیتا شیت رو کلیک میکنم نام پرسان میکنه از کی را میخوای نشان بدی میگم از فرهاد حالا کی را نشان میده حالا یک از می کیوری ما راپور جور کنیم این کیوری به نام چی است student کیوری ما بیایم راپور جور کنیم create wizard اینجا برش میگم که student کیوری برام جور کو کل ریکاردش اینجا بیایم next گروپینگ فعلا نمیکنیم ascending هم میخوای بکو اگر نه next میگم تیبلار باشه تا پورتریت باشه و راپور ویوش بیایم فینیش سکو میگه کدام ریکارد پرینت میکنی حالا چی میه پرینت میه چون ما از کیوری راپور جور کردیم و راپور به خاطر پرینت استفاده میشه میگم راپور کی رو برام پرینت کو فرهاد سکو کی رو پرینت میکنه ولی فرهاد یا اگر ما دوباره بیایم کلیک کنیم مثلا بازش میکنم یعنی اینجا به نام student کیوری راپور شد کلیک میکنیم این دفعه میگم خالد کی آمد دیگه اینجا میگه راپور همیشه وقتی که ریکارد میخواست پرینت کنی اگر تیبل باشه یا کیوری باشه باید از اون ما راپور جور کنیم وقتی که راپور جور کردی باز از این وقتی که سر بٹن واز میکردیم باید از این چی جور کنیم ماکرو جور کنیم مثلا دو تا راپور داریم ما ماکرو جور میکنیم میگیم د کرییت ماکرو را کلیک میکنیم اگر از ریپورت جور میکردی اینجا باید چی را انتخاب کنی اوپن ریپورت سکند کلیک میکنی چند تا راپور داشتیم دو تا کدامش میخوای استودنت یا ایرا مثلا میگم استودنت کلوز میکنم این سیو میکنم مثلا به نام ماکرو ریپورت یا استودنت ریپورت اوکی مثلا که ماکرو اینجا جور شد به نام استودنت ریپورت از این هم جور کنیم بخاطر که اینجا ما نام و ارنامی که میتونیم رو برام پرینت میکنیم از این هم یک ماکرو جور میکنیم create ماکرو open report کدام ریپورت student query finish مثلا این میگم به نام چی student report که یک نفر باز نشان بده میایم در سویچ بورد بٹن ها رو جور میکنیم برای راپور یعنی بٹن کلیک کردیم یک بٹن جور کردیم برای student all student report است که کل شاگردارا برام نشان میده و دیگر را جور میکنیم تنها ریپورت که یک نفر نشان بده تنها ریپورت یعنی سر ازیم رایت کلیک میکنیم میریم پراپرتیز در ایونت برش میگیم که student report به و این را کلیک میکنیم در اومو student query وقتی که ریکارد پرینت میکنی یعنی این را کلیک میکنی سک کلش میه فقط میری پرینت کلیک میکنی پرینت میشه در فایل مینیو پرینت مثل در ورد اکسل ما شما خوانده بودیم پرینت میکنه و اگر یک نفر میخواستی باز این را کلیک میکنی اینجا نام میه میگم از خالد برام پرینت کی میه خالد میه یا مثلا میگم از فرهاد کلوز میکنیم دوباره میگم از کی رو برام پرینت کن از فرهاد فهمیدین این را میگه ریپورت بس است اینجا